بعد از شهادت زهرا سلام الله علیها، عمر امیرالمؤمنین علیه السلام ادامه داشت، علی رغم میل آن بزرگوار که در اشعار به آن فرموده است که نفسی علا، تا آخر ابیاتی که هست. با این حال ادامه داشت، دهه‌ها ادامه داشت و جنگ‌هایی رو امیرالمؤمنین صلوات الله علیه پشت سر گذاردن. یکی از این دوره‌ها برخورد با جنگ جمل است که در مثل این هفته برخورد می‌کنیم با سالگرد و سال روز این واقعه جنگ جمل. بررسی جنگ جمل، خصوصیات جنگ جمل، مسیر امیرالمؤمنین در جنگ جمل، اینها مسائل بسیار مفصلی است و در حوصله وقت ما و جلسه ما هم نیست. اما اشاره عرض می‌کنیم که شروع کننده این جنگ 3 نفر بودند، عایشه و طلحه و زبیر، که اینها چون بر نتافتند وجود امیرالمؤمنین صلوات الله علیه رو. خیلی سخته، واقعا سخته کنار آمدن با گرما و حرارت و نور، واقعا سخت. اگر کسی تینتش تینت نور نباشد، اگر کسی تینتش تینت گرما نباشد، اگر کسی تینتش تینت این بزرگواران نباشه، کنار نمیاد با این بزرگواران، تحمل نمیتونه بکنه وجود این بزرگواران رو. از این جهت ما باید خودمون رو بیازماییم در قبال دین، چون دین گرماست، اسمش رو گذاشتن تکلیف، شریعت، کلفت است، سختی است. اگر ببینیم که دل ما با این دین است، دل ما با این نورانیت است، دل ما با این گرما و حرارت است، بدانیم که همتینتیم. حالا اعراض و بالاخره نفسانیات غلبه میکنه، بحث دیگری است. لااقل این همراهی رو داریم، خوشحال باشیم. اما اگر بر نمیتابیم، نعوذ بالله، دیگران ما نه انشاءالله، کسی بر نمیتابه این گرما رو، این نور رو، بداند که همتینت نیست. اینها 100% مخالف تینت علی بودند، اصلاً بر نمیتافتن وجود امیرالمؤمنین علیه السلام رو، نمیتونستن باور کنن حضور حضرت رو. حالا به بهانه‌های مختلف، به بهانه قتل عثمان که مسلمین او رو کشتند، گفتن علی کشته، به بهانه این که با ما همراهی نمی کند، از بیت المال به ما نمی دهد و امثال اینها، از امیرالمؤمنین علیه السلام فاصله گرفتند. عایشه در حال برگشت از مکه بود به طرف مدینه منوره، شنیده بود عثمان کشته شده، داشت می اومد به مدینه. در بین راه در منزلی از شخصی شنید که مسلمین با علی بیعت کردن، عصبانی شد، برگشت به مکه و ادعای خون عثمان رو کرد. به او گفتن مگر تا به امروز لعن نمی کردی عثمان رو، دعا نمی کردی، نفرین نمی کردی برای اینکه کشته بشه عثمان؟ گفت نه، من اینطور نبوده عقیدم نسبت به عثمان. و بعد هم طلحه و زبیر ملحق شدن به این شخص و جنگ جمل رو راه انداختن. آن جمل رو که و آن شتر رو که عایشه سوار شده بود با آن کبکبه و دبدبه‌ای که در تاریخ رسیده به اصطلاح عوام، و نام جملش عسکر بود. عسکر اسم جمل و شتر عایشه. سوار شد با آن همه هیبت و با آن اطرافیانش، جنگ با امیرالمؤمنین صلوات الله علیه. چقدر هم علی علیه السلام تلاش کرد از نظر تاریخی ها، چقدر تلاش کرد که این جنگ واقع نشه. حتی وقتی که صفها بسته شد، در روی هم قرار گرفتن این صفها، امیرالمؤمنین شخصی رو فرستاد، گفت این قرآن رو بگیر، برو جلوی طلحه و بگو علی تو را میخواند به آنچه در این قرآن است. برو جلوی زبیر بگو علی تو را میخواند به آنچه در این قرآن است. برو جلوی شتر عایشه و بگو به عایشه که علی تو را میخواند و دعوت میکند به آنچه در این قرآن است. همه او رو رد کردند و حتی عایشه گفت برو، اصلا دوست ندارم کلام تو رو بشنوم، و اطرافیان او گفتند برو تا کشته نشدی. باز هم وقتی که نزدیک شروع جنگ شد، امیرالمؤمنین چند نفر رو به میدان فرستادند. جوانی بود به نام مسلم. حضرت در میان لشکر فریاد بلند زدند که چه کسی حاضر است که این قرآن رو بگیره، بره بین دو لشکر بایسته و بگوید که علی شما رو دعوت میکند به این قرآن و به آنچه که در این قرآن است و بداند که کشته میشه. کی میره؟
هیچ کس حاضر نشد جز جوانی به نام مسلم. حضرت فرمودن بنشین. باز فرمایش خود رو و سؤال خود رو تکرار کرد امیرالمؤمنین، باز جز این جوان بلند نشد تا 3 بار. حضرت فرمودن برو و بعد هم کشتنش. بعد از همه این مشکلات، بعد از همه این توقف‌های امیرالمؤمنین که می‌خواستن جلو این جنگ رو بگیرن، بالاخره جنگ انجام شد با همه مصائبی که وارد آمد بر امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و بر اصحاب این بزرگوار که بحث تفصیلی آن وقت دیگری می‌طلبد. اما عبرت‌هایی که باید توجه داشته باشیم در این جنگ جمل که مثل این هفته عرض شد برخورد می‌کنیم با صادروز این واقعه، چند مسئله است. نکته اول این که خداوند متعال می‌فرماید کلما دخلت امة لعنت اختها. جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای مردان خداست. این عبرتی است برای ما. وقتی که نماز ظهر شد، طلحه رفت جلو که امامت کنه. طرفداران زبیر جلو آمدن که اگر نماز رو ببندی میکشیمت. عجب، همه که در یک صفیم که گفتن اگر نماز رو ببندی میکشیمت. چرا؟ چون کسی که امامت میکرد بعد از کشتن علی خلیفه میشد. طرفداران زبیر آمد جلو، طرفداران طلحه گفتند که اگر نماز رو ببندی میکشیمت. اختلاف شد، نزاع شد. خبر به عایشه رسید در شترش و در جملش روی جمل. دید که لشکر داره از هم میپاشه. 2 نقل هست. یکی این که قرار شد یک روز یکی بخواند، فردا دیگری بخواند. یکی هم این که گفت مروان بخواند، اصلا شخصی که محلی از اعراب نداره. گفتن مروان بخوانه امامت کنه که دعوایی هم نشه، اختلافی هم نشه. اینها اینطور هستن. لم یخالف حمراءها صفراها و بعد هم کلما دخلت امة لعنت اختها. این عبرتی است که نشان عدم عقل. مرحوم آقای کرمانی علی الله مقامه میفرماید یهود که با هم اختلافهای داخلی دارند و همچون درندگانند لانهم قوم لا یعقلون، اینها عقل ندارن، ایمان ندارن. این کفار این گونه اند. پس این عبرت اول در شناسایی چنین افرادی. نکته دوم توجه به روحیه هایی مثل روحیه ابو موسی اشعری است. ما ابو موسی اشعری رو با جنگ صفین و جریان حکمیت میشناسیم، اما در زمان جنگ جمل این شخص در کوفه بود و مانع مردم میشد از اینکه بروند به جنگ. میگفت صلح، آشتی در خانه باشید، جنگ نروید، چون معلوم نیست حق با کدام طرفه. بحث رو بازتر نکنیم. این عبرت دوم است، توجه به روحیه ابو موسی اشعری و روحیه های این گونه. عبرت سوم که از این جریان میشه به دست آورد فراموش نکردن هدف است. وقتی که جنگ جمل دیگه شروع شده بود و در اوج بود، در تاریخ رسیده است که ان اعرابیا قام یوم الجمل الى امیر المؤمنین علیه السلام فقال یا امیر المؤمنین اتقول ان الله واحد. جنگ جمل بود، همه درگیر جنگ بودن. یک شخص اعرابی آمد جلوی امیرالمؤمنین عرض کرد که یا امیرالمؤمنین شما میگویید خدا یکیست؟ فحمل الناس علیه. مردم گفتن برو چیکار داری؟ پراکنده میخواستن بکنن جمعیت رو و این اعرابی رو دور کنن از امیرالمؤمنین. و قالوا یا اعرابی اما ترى ما فیه امیرالمؤمنین من تقسم القلب. نمیبینی چقدر گرفتاری داره امیرالمؤمنین وسط جنگه؟ بعد شما میپرسی خدا یکیست یعنی چه؟ و البته امیرالمؤمنین رو نمیشناختند که کل یوم هو فی شأن است، لا یشغله سمع عن سمع است ولا فعل عن فعل است. تقسم قلب نداره امیرالمؤمنین. البته نمیشناختن علی رو که حالا که درگیر جنگه نتونه جواب سوال اعتقادی بده. گفتن نمیبینی علی تقسم قلب داره؟ امیرالمؤمنین فرمودن دعوه فان الذي يريده الاعرابي هو الذي نريده من القوم. رها کنید اعرابی رو، بذارید سوالش رو بپرسه. چرا که ما جنگ میکنیم برای همین مسئله که این قوم هم آگاه بشن، بدانن این مسئله رو. ما جنگ میکنیم چون اینا توحید ندارن. فراموش نکردن هدف. وقتی که انسان دچار روزمرگی میشه، دچار حواشی و حاشیه های مختلف میشه در زندگی، نباید فراموش کنه متن رو. من برای چی دارم زندگی میکنم؟ به دنبال چه هستم؟ آیا باید گرفتار گعده های خودم بشم؟ باید گرفتار این حواشی مختلفی که امروز میگن بمباران اطلاعاتی است دیگه، لحظه به لحظه داره برای ما مخابره میشه، چیزهای مختلف که یک لحظه نگذاره فکر ما اشتغال پیدا کنه به آن امر مهم، آن امر اصلی و رئیسی. فراموش نکردن هدف. امیرالمؤمنین فرمودن ما برای همین میجنگیم، شما مشکلتون چیه؟ و بعد فرمودن یا اعرابی ان القول
فی ان الله واحد علی 4 اقسام، این که خدا یکیست 4 قسمه، 2 قسمش جایز است 2 قسمش جایز نیست درباره خداوند متعال. شروع فرمودن درس خداشناسی و توحید دادن به این اعرابی در وسط جنگ. پس این هم عبرت سوم از حالات امیرالمؤمنین در جنگ جمل، و چون در آستانه برخورد با این واقعه هستیم از نظر تاریخی گوشه هایی رو عرض میکنیم، وگرنه جریان مفصل تر از این مباحث است. و اما عبرت چهارم و آخرین عبرت در این بحث ما این که بدانیم اندکی انحراف از اعتقادات اسمش میشه ضلالت، اندکی زاویه دار شدن با حق و حقیقت اسمش میشه ضلالت. کسی که گناه کنه، معصیت کنه، بهش میگن فاسق، فسقی رو انجام داده، مرتکب گناه شده، میتونه توبه کنه و خدا ارحم الراحمین است. و اولیایی داره که اینها فرمود شفاعت رسول خدا صلی الله علیه و آله برای اهل کبائر از امت. همه ما باید امیدوار باشیم به فضل این بزرگواران و ترس داشته باشیم از عدل این بزرگواران و دعا کنیم اللهم عاملنا بفضلک، ناامید نشیم، لا تقنطوا من رحمت الله. اما اگر در بحث عقیده اندکی زاویه پیدا کنیم با حق و حقیقت، اسمش نیست فسق، اسمش ضلالته. در همین جنگ جمل شخصی آمد خدمت امیرالمومنین عرض کرد مگر اینا نماز نمیخونن؟ حضرت فرمودن چرا؟ عرض کرد مگر اینا روزه نمیگیرن؟ حضرت فرمودن چرا؟ عرض کرد مگر اینا قبله ندارن؟ مگر رسول الله رو قبول ندارن؟ مگر قرآن ندارن؟ حضرت فرمودن چرا؟ گفت پس چرا میجنگیم با اینها؟ ببینید چقدر ما باید دقیق باشیم در مسائل عقیدتی. امروز هم همین مسئله، در همه جا همینطور مسئله. یک سری مسائلی است اشتراکی و مشترکات، اما افتراقات هم مجازی نیست، واقعیت افتراقات هم. امیرالمومنین فرمودن ما با اینها میجنگیم به خاطر همین قرآنی که اینا میخونن، با همین قرآن میجنگیم با اونها. و بعد آیاتی رو خواندن برای این شخص، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولکن الله یفعل ما یرید و امثال این تعبیراتی که در قرآن است. فهمید مسئله رو که اندکی انحراف از عقیده اسمش ضلالت، حمله کرد و به درجه شهادت هم رسید در جنگ جمل. پس این هم عبرت دیگری است که درست است ما از نظر عقیده ممکن است ببینیم که اشتراکاتی داریم، مشترکاتی هست، در جای خود محفوظ اشتراکات هست و طبق اونها احکامی جاری میشه، اما افتراقاتی هم وجود داره، یعنی ویژگی ها و خصوصیاتی هم وجود داره و در اونجاست که ما باید ببینیم چه کسی یا چه اندیشه‌ای انحراف پیدا کرده از مسیر حقیقت، اندکی زاویه دار شده، نسبت به اون هم موضع بگیریم. و نام این ضلالت، نام این فسق نیست.